کشاورزان آسیای مرکزی که با بحران افزاینده کم‌آبی در وادی فرغانه روبرو هستند برای دسترسی به آبگاه‌ها دست به گریبان می‌شوند. آب ثروت بی‌بهای اینجاست. به سبب کمی آب در سمرقندک حاصل نابود شد. ما امسال کش نمی‌کنیم. خدا کند که خوب شود. من امیدوارم که امسال زراعت‌ها را 4 یا 5 بار آب می‌مانم. تغییر اقلیم، سیاست‌های نامناسب، زیربنیادهای ویرانه مشکلات کم‌آبی را زیادتر کردند. بسیاری از کشاورزان کشتی زراعت‌های پیشینه را بس می‌کنند. بعضی از دهقانان قرغیز پایبند مجرای آبی هستند که از تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. در آنجا درغات آب است و آنها نمی‌گذارند آب بیاید. ما آن طرف رفتن نمی‌توانیم. اگر تاجیکان بر اساس قرارداد آب را سر می‌دادند ما مشکلی نمی‌داشتیم. چون این دعوا برای آب از هر دو طرف در گذشته سبب جنگ و مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان شده است. وادی فرغانه که خانه 9 میلیون نفر است و زمین‌های حاصلخیز دارد، 100 سالها پخته پرورش کرده و متاع آفریده است. حالا دهقانان مجبورند از این نوع زراعت‌های آب طلب دست کشند. آدمانی که اینجا 30 سال زندگی کردند بنا بر سبب کم‌آبی از اینجا می روند. آنها برای کار به بیشکک و یا روسیه می روند. ما اینجا ایستاده و به تقدیر تن داده ایم. ما اینجا را ترک کردن نمی توانیم و به جای هم رفتن نمی توانیم. بسیاری از جوانان می روند. کلان سالان مثل ما با همون آبی که هست قناعت کرده ایم. زردآلو و چاروا داریم. همین گونه زندگی میکنیم. در آن طرفی مرز در تاجیکستان هم احوال کشاورزان بهتر از این نیست. من وقتی خرد بودم هیچگاه از آب کمی نداشتیم. دهه ما همیشه سیراب بود. حالا آب کم است یا سبب اقلیم یا سبب‌های طبیعی دیگر. آب دهه ما از قرغیزستان میآید. اولین بار در تاریخ مجبور شدیم از ماشین‌های آبکشی آب بخریم. پیش این گونه نبود. حوض و چاهای ما پر از آب بود. محتاج بودم است. هیچ بونسه حوض توزش که پیلنده مرام است. بر اساس قانون در ازبکستان دهقانان باید آب را صرفه‌جویی کنند. با درختان زردآلو که کنار راه می‌بینید در یک سال یک بار آب می‌دهند. چون که یک بار نوبتی آب می‌رسد. برگ‌هایشان اول تیر ماه می‌ریزد. برای حل این مشکل باید به آبیاری قطرگی گذشت. در همه جا باید حوض ساخت که زمستان آب جمع کنیم. دیگر راهی نیست. طلب رئیس جمهور همین است. Şu sudu saxlab, tomchilatib sug'orishni tashkil qilish kerak. Mana shunga o'tilyapti. Prezidentimizning qo'ygan talabi ham shu bo'lyapti. اصول آبیاری قطرگی استفاده از آب را 60% کمتر می‌کند ولی با این هم مشکل دائمی کم‌آبی حل نمی‌شود. تقریبا نصف از اقتصاد منطقه از حساب کشاورزی است و انتظار می‌رود خشکسالی در آسیای مرکزی بدتر شود. ترس از این است که حاصل زراعت‌ها هم کم می‌شود و مردم زیادی هم برای دریافت روزی بهتر از اینجا می‌روند.